سلام بچه های کل. امروز اومدیم به یکی از آموزشات مهم فری فایر بچه ها. مهم هدشات فری فایر بچه ها. اون سنس که براتون گذاشتم خوبه، حتما امتحان کنید. الان من یه ذره فلجم، تازه از خواب بیدار شدم، وگرنه خیلی سنس خوبیه. هدشو گرفت، هد طرف رو گرفت بچه ها. انشالله تو آینده فیسم هم نشون بدم براتون بچه ها. من از تازه کنم. چی خورد بچه، چی خورد؟ خیلی خوب بود بچه. این ویدیوی بلند، اولین ویدیوی بلند کانالمونه بچه. من این سنسی که براتون داده بودم، من 2 تا سنس دارم بچه. الان اون هدکو دیدین، خیلی خوب بود، عالی بود. به ازای اون سنس یه دونه اون سنسی که براتون گذاشته بودم، اون گیم پلیشو معتادم نبود بذارم. الان این سنس ما، اون یکی سنس ما که الان بازی کردم باهاش، اینو آوردم براتون نشون بدم. این سنسو بچه ها، این سنسش 163 163 170 177 181 168 بچه. بعد میای اینجا بچه، اینجا داکمنتیرتون رو 39 بکنید لطفا، چون خیلی خوب میخوره. خودش هم یه جوری بذارین که دستتون رو بگیره، یعنی این بر اون بر نتونین بکنین، فقط پایین بزنین. این بهتره بچه ها، چون به یه وقتی میخواید تیر بزنید کلا جای تیریشو چیز میکنین. الان یه دونه دیگه گیم پلی میدیم بچه ها. نتم که خرابه، داریم میبینین، نگاه کنید، داریم میبینین پینگم در حال خراب بودن میباشد. خب بچه ها، آره دیگه اینطوریه. دکمه تیرمون هم که اینجوریه بچه ها. حالا بچه ها ببین، اگه میخوای دیزرت بذاری بچه ها، اومدم تنظیماتشم بهتون یاد بدم. وقتی میخوای دیزرت بزنی، دیزرت چیه؟ دیزرت بزنی بچه ها، این چیزو، این جنرال رو بچه ها سعی کنین بالاتر ببرین. الان این سنس که من گذاشتم خودش خوبه. خب دستم خورد رفت بیرون از بازی. این سنس که الان گذاشتم بساتون خیلی خوبه، حتما امتحانش کنید. ببین جنرال 160 وایسا ریدم چرا. خب بچه این همون چیزه، جنرال واسه دیزرت. این واسه همون اسنایپر اگباری، اسمش از یادم رفت. این اسکوپ تو واسه یو ام پی فلانه. اینم برای چیزه، اون چی میگم، واسه همون اسنایپ فلانه. اینم واسه اسنایپر، اینم واسه همون این برون ور چرخیدن، مثلا بزنیم روش، وایسا بزنی روش میبره. این همون چیزه. خب بچه ها اینطوریه. ببینیم بچه، وقتی میخوام مثلا نگاه کن، من مدال دارم، مدال هده. خب با این سنس هایی که دارم موفق شدم همچین یه طلایی چیزی بگیرم. نگاه کن، بسه بیاد همونجا رو سر من باشید. این طلایی رو میبینید؟ این طلایی همون خیلی از پرو پلیرهای فری فایر میدونن این چیه و خودشون هم دارن، حتی میتیکشون دارن. اینا رو چطور دریافت کنیم بچه؟ باید یا خیلی هد بزنی یا یه کارایی تیمتون نجات بدی و فلان و بهمان. اینجا این بخش که بیاین بچه، این بخش که بیاین، اینی که اف نوشته بچه، بیاین اینجا، بیاین به سمت به این دکمه بچه. این یه لحظه بچه،
حالا بچه ها میخوام یه لحظه یه نفر اومد تو اتاقم و سوال خواست. بچه ها اینجا نگاه کنین، اینجا که میبینید من الان نزدیک این رو بگیرم، این اوت آف میوی مایوی همچین شرط و پرتیه بچه ها. بچه های گل این هدشات چیز رو میبینین پرودگی همین من گرفتم. الان به متیکش هم کم مونده. اینم چیزشه، اینم قرمزشه بچه ها. خب اینطوریه. یه لحظه خب آره بچه ها، عذر میخوام به اتاق من یه نفر میاد و از هم یه چیزی میخواد و میره زود. خب الان گفتم کم بیا دارم استریم برای بچه های گل برای کانال خودشون تلاش میکنم یه ویدیو بلند برای تازه کانال تازه کارمون بشیم. بچه ها لطفا حمایت کن تا اینجوری بشه. خب بچه ها میریم این سنسور توی ترنینگ مود تست کنیم. بچه این سنسور یکی از کاراکترها رو میخوام براتون بذارم. گو امام حسین دارن جورو هم میکشن تو خونه، چه وضعشه؟ خواستم یه ویدیو برداریم. خب بچه این سنس واسه UMP خداست، نگاه کن. چرا نمیخوره الان؟ ببین الان دارم ویدیو میگیرم نمیشه چون باید معمولی وقتی ها باشه. آخ چه هیتی. آره بچه اوف چه پول قرمزی آجی. بگیر جوابشو بگیر. نگاه کن این واسه UMP بیشتر کار میده بچه ها. میبینی پول قرمز اون به الان این خورده بود خوابیده بود. نگاه کن اینجا ریلود. بچه وقتی میخواین هد بزنین خب صفحه این چیزا هست، این دکمه رو سعی کنین نرم بکشین. ببین الان من آروم میکشم. اونی که اینجوری میکشین و بذارین اون موقعی که دارین گان سویچ کردین بزنید. نگاه مثلا گان سویچ کردی و میخوای تونتر بزنی کلش. نگاه کن همینجوری تون بزن. نگاه کن میبینی اون موقع میخوره حداقل. نگاه کن مثلا اینجوری که من میزنم نمیخوره، ولی اگه آروم مثل پنبه بزنم نگاه کن 2 هد خورد. بچه وقتی ایمتون اینجاست و اینیمی اونجاست سعی کنین ایمتون رو به سمت اینجوری ببرین. نگاه کنین به دکمنتین دقت کنید اینجوری ببرین. ببین بچه نگاه کن از گوشش رفتیم. نگاه کن بابا چرا نمیخوریم. نگاه ببین بچه الان دارم ویدیو میگیرم نمیشه دیگه. نگاه کنم هنوز. خب خلاصه مثلا نمیگم بگین دروغ میگی و فلان بهمان تست نکنیم. بچه اینو تست کنید. من سنسم بذاره نمیدونم مشکل سنسمه یا اگه اینوری شد اینجوری بکشم. خب نمیدونم از سنسم یا خودم از خواب که بیدار شدم اینجوری شده. آها خورد دیدین. ببین الان این ایمم اینجاست باید اینجوری بکشم. باید اینجوری. ببین بچه بعضی هم هستن گوشیشون شیائومی هستش بچه اینجوری میکشن. نگاه وقتی این ور انمیه اینجوری میکشن. مثلا نگاه کن ولی ایمشون وقتی هم اینجوریه بچه ها مثلا اینجوریه باید اینجوری بکشه ولی میخواد اینجوری بکشه. نگاه کن اینجوری تندتر میره بالا ولی خب کار نمیده. مثلا این فول قرمز این UMP خیلی خوبه با این سنس.
دیدی واسه این اینم واسه این ستاگانی که الان من برداشتم واسهش خیلی خوب کار میکنه بچه. الان ویدیومون چند دقیقه است؟ 10 دقیقه ویدیو گذاشتیم بچه ها. امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما این سنس امتحان کنید و دارین مشاهده میکنین که پینگمونم روی چیز همش گوشت منظور روی 200 بچه ها. امیدوارم شما پینگ خوبی داشته باشین بچه ها. آره دیگه داشمی خیلی دوستتون داره بچه ها. خیلی هم کانال خودتونه، لطفا حمایت کنید که این کانال بره بالا. بهتون چالش فلان هم میذارم بچه باهاتون گیم پلی هم میدیم خدا رو شکر بچه ها. ولی میبینی چرا تیری میخوره. خب بچه ها که ویدیو داره خیلی طولانی میشه دیگه، هیچ که حالشون نداره که چیز کنه بچه ها. نگاه کن الان میخوام خدافزی کنم نمیخوره، میخوره ولی الان بخوام تست کنم نمیخوره. نگاه تعیوس رو میبینی. خب بچه امیدوارم حالتون خوب باشه همیشه و این کانال ما بدبخت و هم کانال خودتونم چیز کنید، حمایت کنید که بره بالا. خب بچه ها دوستتون داریم، امیدوارم حمایت کرده باشید چون کانال تازه است بچه ها، از آب در اومده. اگه این بره بالا بچه ها میرم کالاف هم پلی میدیم بچه ها. امیدوارم کالاف هم پلی بدیم اگه تو کامنت ها حمایت داشته باشین، اگه تو کامنت ها بگین بچه ها. یا هم اگه دوست دارین فقط از فری فایر بزنین. ببین بچه هر بازی که بگین برای موبایل من همشونو میزنم. خب شما فقط بگین عشقا. خب بچه ها خدا نگهدار تا ویدیوهای بعدی. یه حتی که بزنم ویدیو رو میبندم. وایسا نگاه کن داداش بخونی که ناموسه. خب بچه امیدوارم حالتون خوب بمونه. حمایت کن لطفا، حمایت نکنی امو جان دلها میاد خوابت. خدافظ.